از حد زیاد استعمال نمودن مشروبات اسپریتی در بسیار موارد باعث صادر نمودن جنایت می‌گردد. یک نفر ساکن 37 ساله شهر دوشنبه در حالت مستی با یک نفر ساکن پایتخت مناقشه کرده و او را مورد علت و کوب قرار داده است که در نتیجه جبریده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. سراج‌الدین شکوری وابسته به این جنایت آدمکشی گزارش آماده کرده است. هر کرداری را پاداش است. دیر و یا زود نفران جنایت‌پیشه در نزد قانون جواب خواهند گفت. این چهره‌ای که شما در نوار می‌بینید شهروند نبید جانوف عظمت سال تولدش 1983 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه علیشیر نوایی میباشد که برای صادر نمودن جنایت آدمکشی گناهکار دانسته شده اخیراً در نتیجه فعالیت پرسمر پروکراتور ناحیه سینا نامبرده دستگیر گردیده جنایت صادر نموده‌اش با دلیل‌های اثباتی خود را یافتند. مورد ذکر است که نامبرده پیوسته به نوشیدن مشروبات اسپریتی مشغول بوده زندگانی تنهایی را پیشه نموده است. چنانچه ضمن پیشبرد کارهای تفتیشاتی معین گردید نامبرده ماه ایول سال 2019 تقریبا ساعت 4 صبح هنگامی در کوچه علیشیر نوایی به گشت و گذار مشغول شدن با سبب‌های ناچیز با مرحوم شهروند مقصود حکمت الله سال تولدش 1967 مناقشه لفظی نمودند. در زمینه بلند گشتن خصومت و بدبینی عیبدار شونده عظمت نبید جانوف به واسطه زنجیر سگش که در دستش تاب داده بود نامبرده را مورد علت و کوب قرار داده با یک بیرحمی او را به هلاکت رسانیده است. ساعت 4 سحر پول رفته بودم و پیش رستورانی این سینو بالاتر گذاشته بودم یک کالون گذاشتم دویم رادا اما مقصود و پیشی ما رفته بود ماست بود رفته بود با ما اوسرسه رفتم و اوسرسه پیش رفتم و پیشتر اوسرسه رفتم با پیشتر نکرده ایستادم گفتم بزرگ با ما بخزیم برام میگو کردم که چقدر خام میشه پیش ساعت میبیاد سنگ میگه 3 ساعت اقوا میکنه میزنه و نگاه کنم که سوی 20 ساعت میبیاد پیشش حالشون جان میشه و سکتی تو چکتی اقوا میکنه و نگاه کردم که همون زنجیقی زدش یا تزدش من تاثیر ریختم رفتم. واقعا یک لحظه خشم و غضب باعث از حیات محروم گشتن نفر و پشت پنجره محبس روانه گشتن نفر دیگری شد. وابسته به این عین زمان نسبتی عیبدار شونده عظمت نبید جانوف با ماده 104 قسم 1 یعنی آدمکشی کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده نامبرده در حبس پیشکی قرار دارد.